میگن مالک واقعی زمین، کسی که تمام تجارت‌های دنیا رو کنترل میکنه. اگر فکر میکنید دنیا رو سیاستمداران مدیریت میکنن، سخت در اشتباهی. رسانه‌ها میخوان به ما القا کنن که ثروتمندترین فرد دنیا آدمی مثل ایلان ماسک و رئیس جمهور کشورهای بزرگ دنیا رو مدیریت میکنن، در صورتی که بازی به این سادگی نیست. همونطور که میدونید بزرگترین برندهای دنیا همشون در ظاهر یک یا چند رقیب اصلی دارن. حالا چرا در ظاهر؟ چون اینها ظاهرا با هم رقیبن، در واقع همگی متعلق به یک شرکت واحد هستند و در اشل بزرگتر تمام برندهای پرمصرف دنیا متعلق به 10 ابر کمپانی هستند. یعنی تمام محصولاتی که به طور روزمره تو دنیا استفاده میشه همگی متعلق به 10 ابر کمپانیه. حالا داستان جای خطرناک میشه که بدونید سهامدار عمده هر 10 شرکت بزرگ اولیه به نام بلک راک که مالک اصلی اون آقای لری فینگ با دارایی در گردش 10,000 میلیارد دلار، در حالی که کل ثروت ایلان ماسک چیزی حدود 300 میلیارد دلاره. لری فینگ علاوه بر این کمپانی ها سهامدار اصلی اپل، مایکروسافت، اینستاگرام و تمام رسانه‌های بزرگ دنیاست. چرا این آقا به اندازه ایلان ماسک معروف نیست؟ چون خودش خواسته و تمام رسانه‌های دنیا رو هم در اختیار داره و خودش تصمیم میگیره مردم اون رو بشناسن یا نه. شاید براتون عجیب باشه بدونید بخش زیادی از بدهی دولت اوکراین به آمریکا در قبال تجهیزات نظامی رو دولت اوکراین به بلک راک زمین و مستقلات کارخونجات داد و بلک راک اینها رو مفت از دولت جنگ زده اوکراین برداشت و به جاش